برای یک مرد الله متعال پسری می دهد و زمانی که این پسر به 2 سالگی می رسد وفات می کند. به خاطرش خیلی ناراحت می شود و بعد از اون دوباره همسرش باردار می شود و برایش پسر دیگری به دنیا می آورد و 1 سال نمی گذرد که باز هم فرزند دومی هم وفات می کند. 2 نفر را با دستانش دفن می کند. بعدا الله متعال برای همین مرد 4 دختر می دهد. دخترها هم بزرگ می شود. یکی از این دخترهاش ازدواج می کند. وقتی که ازدواج دخترش را می بیند خیلی خوشحال می شود. خیلی احساس خوشبختی می کند و این دختر هم وفات می کند در حالی که 20 سال داشت و می رود این دختر را هم دفن می کند.